پدران و مادران عزیز، فرزندهایمان امانتند. درس گذشته درباره ضرر زدن فرزند صحبت کرده بودیم. امروز باشد درباره درست تربیت کردن فرزندان صحبت خواهیم کرد. تربیت کردن در این شب و روز، خاصتا در این زمانه، بسیار دشوار است، خاصتا بعد از پهن شدن اینترنت. یکم باید که فرزند تا 10 سالگی زده نشود. قطعا ممنوع است. اگر رفته و یگان خطایی کرد، آن را نصیحت میکنیم و به خوبی میفهمونیم، یا اینکه به سیاست کردن. حتی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرماید که مروا اولادکم بالصلاة و هم ابناء 7 سنین. فرزندهایتان را در 7 سالگیشان امر به نماز کنید. و ضربوهم علیها و هم ابناء 10 سنین. کدام وقت فرزند زده می شود؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میگوید که اما اگر که 10 ساله شدند نماز نخواندند، پس فرزند زده می شود. زدن اینه که فرزند را معیب کنی، اما زدن آیسته باشد، فقط از بابی تربیت کردن. دوم، باید با فرزندهایمان رحمدیل، مهربان باشیم. وقتی که فرزند مهربانی، رحمدیلی پدر و مادر را میبیند، دیگر فرزند گپ را گوش میکند. اما تا چنده که همراه فرزند با سختی معامله کردیم، همون قدر فرزند سرکش میگردد. نگاه کنید، حضرت پیامبر صلی الله علیه وسلم یکی از روزها در منبر خود خطبه جمعه میکردند. در این وقت و نتیجه این را بسیار نزدیک است که پدر و مادر میبینند. الله سبحانه و تعالی فرزندهای ما و شما را نگه دارد. این بود مختصرا درباره تربیت فرزندان. آینده انشالله درس‌های تربیتی که ما داریم درباره فرزندی که گپ را گوش نمیکند، فرزندی که دروغ میگوید، فرزندی که دزدی میکند و دیگر مشکلاتی که در تربیت است، انشالله به تفصیل صحبت خواهیم کرد. و در آخر دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی همه فرزندهای ما و شما را برای راست هدایت کند. الله سبحانه و تعالی آنها را فرزندهای صالح و سالم بگرداند و آنها را خدمتگار دین الله سبحانه و تعالی کند و از تمام فتنه هایی که در این زمان است ما و شما را فرزندهایمان را پروردگار نگاه دارد. و آخر دعوان